سلام بچه ها، به کانال هفت شنبه با سامان خوش اومدین. ما تو این کانال میخوایم بهترین، جذابترین، خوشگلترین، باحالترین ویدیوهای کره کهکشان زمین رو با هم ببینیم، بخندیم، گریه کنیم، هیجانی بشیم، دلهره پیدا کنیم، بترسیم و نگران بشیم، فکر کنیم، گاه هم فکر بکنیم. بد نیست گاهی وقتا فکرمون رو به کار بندازیم. کلا میخوایم حالشو ببریم. خب اولین ویدیویی که براتون انتخاب کردم اینه. حدستون چیه؟ حتما دیدین مسابقات بزن تو گوشم ببینم چند مرد حلاجی، یکی از وحشیانه ترین، احمقانه ترین و یه جورایی منصفانه ترین بازی های دنیا، چون اونقدر احمقی که اونقدر ضربه احمقانی بهت زده میشه که حماقتت مثل برق از کلت بپره بیرون. خب کمربندتون رو ببندین، به خاطر اینکه چیزی که میخوایم ببینین حسابی حالتون رو جا میاره. 1 2 3 رسما به فنا رفت. ببین قشنگ فک سمت راستیش رفت، تداخل پیدا کرد با فک سمت جمعیش. قیافه رو نگاه کن خدایا، چرا؟ نه واقعا برام سواله. آقا انگیزه تو از شرکت توی این مسابقه چیه؟ گیرم که تو هم بتونی تو همین مایه ها یا بدتر از این منظره بزنی. خب اینی که خوردی رو چیکار میکنی؟ اولاق هیچی واسط نمیمونه. بعد 1 سال، بعد 2 سال، تازه اگه نمیری، اگه یه بار تو یکی از این مسابقات نیافتی، کپ نشی، به درک واصل نشی، هیچی ازت نمیمونه، از فکت، از گوشت. میدونم خیلی سخته دیدنش، ولی یه جورایی باحال هست دیگه. و کیا شدیم ما 8 میلیارد نفر؟ با کیا آخه؟ این رسما باید دماغ شکسته باشه، گونه باید شکسته باشه، فک شکسته باشه، کلا دندونای سمت راست بالا پایین، یعنی 32 تا دندون ما داریم، 2 تا 8 این ور 16 تاش کلا باید پوکیده باشه. هم دوست داری ببینی هم دیوونه میشه وقتی میبینی. خب ولش کن، بس دیگه. میتونه به جای یه بار 10 بار خورد تو گوشش. میریم سراغ بعدی. خب اینم ویدیوی دوم. از همین ابتداش میخوام خیالتون رو راحت کنم، اصلا تو فاز ویدیو اولیه نیست. میخوام یه جورایی چی میگن، مکمل اون، مصلح دیدین تو طب سنتی میگن مثلا مصلح برنج زیره است، یعنی زیره رو برنج رو خالی نخور، با زیره بخور، که مثلا احیانا اثرات سوئی که ممکنه روی بدن تو داشته باشه با زیره تلطیف بشه یا دفع بشه. حالا این ویدیو مصلح ویدیو اولیه است. فازش فقط خوشگلیه، فازش فقط نازیه. ای خدا فقط چشا رو نکنم. آماده این؟ 1 2 3 ای خدا خودش از بچه هاش ناز داره، بچه هاش از خودش ناز دارن. تازه اولش دیدی یه اشوهی هم اومد، مامانه یه اشوهی هم همچین بگینگی اومد اینجا ای خدا، ای جان، ای چشم تو دست جا میشن. اینا چند وقتشونه؟ اینا خیلی نوان، خیلی تازه به دنیا آمدن. فکر نمی کنم 24 ساعت از عمرشون گذشته باشه. نمیدونم، گربه بازا بیان، کتلاورا بیان تصحیح کنن اگه من اشتباه میکنم. ای خدا چه چشمایی داره مامانه. وای دارن شیر میخورن. آره یکیشون فکر کنم داره شیر میخوره. خیلی خوشگلی، خیلی نازی، خیلی باحالی. حال کردیم. میریم سراغ ویدیوی بعدی. هی خب اینم ویدیوی بعدی. اینو من دیدم ولی فکر کنم خیلی وقت پیش بود که دیدمش بچه‌ها، و فکر میکنم همون موقعی که دیدمم کامل نگرفتمش. حالا میخوام با کمک شما، در کنار شما، با راهنمایی شما ببینم
با هم چی ازش میفهمیم؟ بنویسین واسم، بنویس آقا این منظورش این بود، چقدر تو خنگی، چرا نمیگیری، چرا نمیفهمی. 1 2 3. خب توی یک قایق خوشگل ناز گردالی عین کاسه نشستن. چیه؟ انگار تو پارک جنگلی چیزیه و قراره که چیزا هیجان قراره بده، قراره بترسونه، دلهوره ایجاد. اوخ 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 اوخ. یعنی کنترلشو داری تو الان؟ یعنی این نمیفته؟ یعنی این نابود نمیشه؟ یعنی این به فنا نمیره؟ به فنای عظما نمیره؟ آها اصلا اینا بقیه قایقا همشون قایقا عادی هن. اون یکی چالش در واقع، میره اون وسط میچرخوننش، میتونه تعادل خودش ببینن آیا میتونه حفظ کنه یا نه. خیلی باحال بود. صبر کن یه بار دیگه با هم دیگه ببینیم چی کار میکنه که دقیقاً اینجوری میچرخوندش. یهویی پارو بزن. یعنی ببین اگه اون نرده ها اون وسط اونجا که روش نشسته نبود، یه جایی که دستگیری داشته باشه بتونی بگیری، عمرن میتونست خودشو نگه داره. چه حالی میکنه؟ قایقبانه یا قایقرانه یا سکون صدا داره. اصلا نداره. خوشگل بود، قشنگ بود. نه من اون دفعه که دیدم تا آخر ندیدم، فکر میکردم مثلا باید بیفت و نیفتاد و گفتم چرا نیفتاد و دیگه ولش کردم و نگاه نکردم و نفهمیدم. خوشگل بود، باحال بود. بریم بعد. خب اینم ویدیوی سوم. حدستون چیه؟ حدستون از تصویری که الان دارین میبینین چیه؟ 1 ایشون خانومه یا آقاست؟ زنه یا مرده؟ یا راهنمایی زنه. هی هورا. من قبل از اینکه ویدیو رو پلی بکنم با هم ببینیم دربارش حرف بزنیم و تعجب بکنیم، میخوام بهتون اطلاعات بدم، چون من نقشه رو خیلی دوست دارم. میخوام روی نقشه اون جایی رو که این خانوم اونجا زندگی میکنه بهتون نشون بدم. ایشون مال قبیله سوریه. سوری SURI تو کشور اتیوپی. خب کشور اتیوپی کجاست؟ با هم ببینیم. هی اینجا نقشه است. این قاره خوشگل آفریقاست. اینم ایران خوشگل خودمونه. مصر، سودان، اتیوپی دقیقاً میفته کنار تنگه باب المندب. اینجا جیبوتی، اریتره و یمن. اتیوپی یک کشور خیلی بزرگه، تقریبا 2/3 ایران. خب تو این کشور خوشگل یه قبیله است به نام قبیله سوری که این خانم مال اون قبیله است. خب الان از همین تیکه اول که داریم میبینیم چه اطلاعاتی به دست میاریم؟ خیلی واضحه. دهن ایشون یه خورده غیر عادیه، یه خورده بیش از حد غیر عادیه. چه خبره اینجا؟ بذاریم با هم ببینیم. یه کوچولو موچولو، من هشدار بهتون بدم، یه کوچولو موچولو این ویدیو چندشاوره ولی باحالم هست. با هم میبینیم. گرفتین داستانو؟ میدونم یه جوری شدن همتون، منم همون جوری شدم. ببین اینا تو این قبیله یکی از معیارهای زیبایی زناشون اینه که دهن خانوم شکاف میدن از پایین و یه دونه چی میگن قابلمه است. اون چیشیه؟ بشقاب قابلمه است. یه صفحه گرد تخت اونجا میذارن و باشون میمونه و این نشانه زیبایی. حالا اینو نمیدونم که تو مجالس استفاده میکنن یا همیشه استفاده میکنن، ولی استفاده میکنن. دیدی من نمیتونم استوب بزنم بچه‌ها، میدونم دوست دارید ببینید ولی من دوست ندارم ببینم چون حالم یه جوری میشه. ای خدا چقدر معیارهای زیبایی شناسی آدم با هم دیگه فرق میکنه. چقدر این دنیا عجیبه، چقدر غریبه. چرا یعنی شما واقعا اینو زیبا میبینید. جالبه اون پایین تو اون متنایی که رو صفحه داره میاد نوشته بود که هر چی که یعنی به مرور زمان که مثلا چه میدونم درجهشون میره بالا، سنشون میره بالا یا میخوان زیبایی بیشتری از خودشون نمود بدن، این بشقابه رو گنده تر میکنن. ای خدا چجوری کنده نمیشه اون تیکه؟ چجوری غذا میخورن؟ یه بار دیگه ببینیم.
یه بار دیگه ببینیم من حرف نمیزنم. قبیله استوری کشور اتیوپی، اینو خوشگلاشونن. البته همشون اینجوری نیستن ها، کشور بدی نیست، این یکی از قبیله هاشه. لازم نیست که آدم همش ویدیوهای خوشگل ببینه، باید ویدیوهای عجیب غریب ببینه. چوری کنده نمیشه، چه انعطافی داره. گوشتم یه کاری کرده. عجیبا غریبا. خب اینم از این ویدیو. میدونم هم یه جورایی باحال بود، هم عجیب بود، هم چندشاور دل. خب حالشو با هم بردیم. میریم سراغ ویدیوی بعدی. خب اینم ویدیوی بعدی، شماره چند نمیدونم، مهم نیست. این ویدیو درباره یک زوجه که اینجا رو، همینجا که دارین تو تصویر میبینین، میخرن. پول داشتن دیگه، پول دارن، بیکارم هستن، میان یه طرح خوشگل میریزن، میخوان اینو بازسازیش کنن. یکی از بهترین مدل ویدیوهایی که من دوست دارم ویدیوهای بازسازیه، ویدیوهای تبدیل چیزای کهنه به چیزای نو. چه فاجعه‌ای بوده. قشنگ فکر کنم حداقل 2-3 قرن از عمر این ساختمون میگذره. نه چه حالی میده وقتی چیزای قدیمی رو، چیزای از کار افتاده رو، حالا چه اشیا باشن، چه مکانها، خونه‌ها مثل این باشن، واو، باورتون میشه؟ اصلا امکان نداره. خب اگه میشه همه چیزی. چقدر قشنگ، چقدر هزینه کرده با این. حداقل چه میدونم، فکر کنم حداقل $1,000,000 یا چند صد هزار دلار خرج کردن. چون خونه‌های قدیمی 1,000,000 تا فقط اتاق داره. فقط تعداد اتاقاشو بشمار، چند تا خواب داره این. فکر کنم 20 تا فقط خواب داشته باشه. یعنی این چه میدونم واسه خانواده با 15-16 تا بچه فقط قابل استفاده است، یا یه کسی که همیشه پارتی بگیره. پارتی. خب با هم ببینیم، من حرف نمیزنم، این دفعه شما خودتون ببینید و حالشو ببرید. چقدر زمان برده؟ فکر کنم حداقل 6 ماه، 1 سال زمان برده. ولی خیلی خوشگل شد. خیلی ولی تنهاستا، یعنی یه جاییه که هیچ کس دور و برشون ظاهرا نیست. خیلی حال نمیده همچین جای زندگی کرد، مگه اینکه بخوای دوران استراحت تو اونجا زندگی کنی. خب بس دیگه، واسه سوم نیاز نیست. میریم سراغ ویدیوی بعدی. خب اینم ویدیوی بعدی. حدستون چیه؟ یه ویدیو خیلی باحال از پدر مادرایی که فرز، زبل، چابک بچه هاشونو تو موقعیت‌های خطرناک نجات میدن. خیلی ویدیوی هم دلهره آوریه، هم حس خوبی بهت میده. اینجوری خیلی راحت شدم. ببینیم. قشنگ، یعنی ببین 180 درجه منهدم میخواست بشه که باباه نذاشت. باز بگین باباها بدن. خانم کند بود، داره ببینیم اینو، کند بود ولی به موقع عمل کرد. نه که یه خورده شل بود ولی یعنی اگه وایستاده بودن تیکه کوچیکشون، تیکه بزرگشون گوششون بود. حالا این دیگه خیلی حالا بد نبود، نجاتش دادی، ولی خب حالا خیلی هم مثلا میخورد دیگه منهدم نمیشد، ولی خوشگل بود. اینم ناز خیلی خوشم اومد دیگه. اصلا چجوری اصلا تو متوجه شدی؟ ای خدا این خیلی ناز بود، چقدر خوشگله. اصلا خیلی خطرناکه. مثلا بچه داشته باشه، بابا ولمون کن، چی کار داری میکنی تو؟ چی شد؟ کالسکه گیر کرد به اون چه میدونم قلابش چیه، اون در برقیه، دروازه برقی، چی میگم به اینا، بردش بالا. حالا بابا ارتفاع 10 سانتی متر، حالا میذاشتی بیافته زمین چی میشد مگه؟ انقدر سوسول دیگه بچه هاتونو بار نیارید. چه کوچولو موچولو بود بچه. یه باری من دیگه ببینیم. حالا بد نبود، عالی بود.
این فوق العاده بود. این مهارت این آدمه که در حالی که نمیدید دید، خیلی خوش. این خیلی ناز بود. میره با کله به زمین بود، هیچ اسکلش نمود. اوخ 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 اوخ، خیلی خطرناک بودا. دو تا بچه دارن. دمتون گرم، دمتون گرم که چقدر ساده ای، ناز مهربون. اینم خوشگل بود. این کوچولو یه ذره پاش لغزه تو اون چاله افتاد، نزدیک بودا، نزدیک بودا، خوشگل بود، هم باحال بود هم دلهره آور. بریم سراغ بعدی. خب اینم یه ویدیوی باحال دیگه. خب این چیه؟ این کارتونیه و از اونایی که پیام داره، میخواد یه چیزی بهمون بگه. ببینیم. این چیز کمربنده اونو ببندی، تصادف نه. واو. یکی از وحشتناکترین چیزایی که همیشه نمیدونم به ذهن شما خطور میکنه یا نه، گاهم بهش فکر میکنم، اینه که وای یکی از اعضای بدنت از دست بدی، خدایی نکرده، زبونم نه لال گوش شیطون کر، دست تو، پا تو، وحشتناک. خدایا هیچ وقت این اتفاقا واسه هیچ کدام از بنده های خوبت رقم نزن. خب پاش از دست داد، بیچاره. ها بچه هاشو از دست داد، زن و بچه شو. این دیگه خیلی غمناکه، اشکمو در آوردید. نه هان چیه این؟ فراریه؟ پورشه؟ نمیدونم، ماشین خیلی خوب نمیشناسم، فکر کنم فراری باشه. آها دوزاریم حالا جا افتاد. این بچه توی ماشین کلاس پایین چیه این؟ کروناس نشسته، داره حسرت فراری اونو میخوره، ولی نمیدونه که اون حسرت یه پای اینو داره میخوره. این داره ویدیوش از حسرت نداشته ها حرف میزنه، در حالی که تو چیزایی داره که دیگران حسرتشو میخورن. خب ادامه داره. وای من چقدر فقیرم، من چقدر ندارم، چرا من اینقدر دختر میخوام خودم بکشم. او دپرس شد، یعنی سر همین. بی جنبه. خب قرار چه اتفاقی؟ تو رو خدا تصادف نکنین دیگه، خواهش میکنم من دیگه طاقتشو ندارم. آها حالا این باز داره حسرت اونو میخوره. این موتوریه داره حسرت اونو میخوره که ای وای، ای کاش من ماشین داشتم. چرا ماشین نداری؟ خونه که داری. مدرسه تو ایران ملت 60 سالم کار بکنن، همشون پس انداز بکنن، نمیتونن خونه. البته شاید مستاجر باشه، نمیدونم. بابا حداقل بچه‌هات کنارتن، حالا مامانشون نمیدونم کجاست. در این کارتون میبینین خوشگله، تماجریه. واو اینا سب بچه نمیشن. الان آهنگ هندی بذاری گریه کنی. آی دکتر، خانم دکتر، چرا بچه نداری؟ چرا؟ اخ you will never be a mother. وای سخت‌ترین جمله‌ای که یک زن که شوهر داره میتونه بشنوه. تو هیچ وقت نمیتونه مادر بشی. یکی از خوشگل‌ترین، شاید هم خوشگل‌ترین حس دنیا، مادر شدن رو از دست میدی. جان take care of him، مواظبش باش، پسر بچه است. میشه واقعا اینقدر فوری، اینقدر استثنایی دعات مستجاب بشه؟ مگه میشه؟ مگه داریم آخه؟ این مامان است. چرا خود داشتی؟ چرا؟ مامی ویل میس یو. برو بابا، مامی ویل میس یو. تو اگه دلت واسه بچه‌ت میخواد سنگ بشه ولش میکردی. نه مامان. When you look at a person, everyone has a story, everyone has gone through something that has changed their life. وقتی به هر کس نگاه میکنی، هر کدوم یه داستانی دارن، هر کسی یه چیزایی رو از سر گذرونده که زندگیشون عوض کرده. خیلی حکیمانه بود، مردم از این حکمت. Everyone hides his past as a means of self-preservation. چی؟ هر کسی پنهان میکنه بخشی از گذشته‌شو یا گذشته‌شو به عنوان یه وسیله برای self-preservation. نمیدونم یعنی چی، مهم هم نیست، ولش کن. ما پیامشو گرفتیم. Some just do it better and more thoroughly than others. گرفتم. میگه آقا
به هر کس که نگاه بکنی یه چیزایی داره که پنهان میکنه که تو نمیبینی. خب که اگه میدونستی اونقدر حسرت بودن به جای اونو نمیخوردی. و همه اینو دارن، تو هم داری، همسایت هم داره، داداشت هم داره، معلمت هم داره، استادت هم داره، همه اون سلبریتی هم داره، اون ورزشکار هم داره، اون سیاستمدار هم داره. ولی تفاوت آدما تو اینه که هر کدوم چجوری اون بعد دوست نداشتنی زندگیشون رو پنهان میکنن. مردم از توضیح دادنش، خیلی سخت بود. So stop thinking about others. بس کن انقدر راجع به دیگران فکر کردن و start thinking about yourself. ای خدا زندگی متحول شد. خب چی بعدش؟ خوشگل بود. حسرت داشته های دیگران رو نخور. ببین خودت چی داری که دیگران ندارن. من دست دارم، پا دارم، چش دارم، عقل دارم، ولی پول ندارم. خب میریم سراغ ویدیوی بعدی. خب اینم ویدیوی بعدی. این ویدیو خیلی باحاله بچه ها، از رفتار کودکان کوچولوها با هم دیگه که من خیلی بچه ها رو دوست دارم، خیلی دوستشون دارم. یکیش اینه، میگم که چقدر پاکن، چقدر صاف و ساده. میگه my mom told me it was چی؟ بذار من پلیش بکنم. Mom told me it was wiggling, not raining. میگه مامانم میگه که بارون نمیاد، داره مثلا چی مثلا فرض کن که نم داره میزنه. مامانم گفته، این پسر میگه بهمون My mama said it is. نه مامان من گفته داره بارون میاد. ای خدا چقدر چرا نازم. It's wiggling now. اون یکی دختره این داره مثلا پشتی این در میاد. میگه نه راست میگه، داره تاکو بینا نگه سپرینکلینگ. فکر کنم داره بر این، فکر کنم این داره بر ضد این حرف میزنه. فکر کنم میخواد نظر اینو جلب کنه. ای شیطان. میگه نه داره همون مثلا نم داره میزنه. حالا اون دارم اشتباه نگم، سخت نگیری، ولی چون مثلا برم چک کنم براش سپرینکلینگ. Mama said raining. No, it's not. Yes. خیلی موضوع مهمه. داره بارون بیاد یا داره نم میزنه. چقدر شما نازی، چقدر اختلافاتتون گوگلی و گولیه. کاش همه آدم اختلافاتشون اینجوری بود، فوری میشد حلش کنی. فوقشم هولش بدی بعدش میگه تا قهرم تا به قیامت. همین واقعا چه خوشگل میشه زندگی اینجوری. No, you're pretty. اون میگه no it is. این به این گفت no it isn't. نه خیرم، همون که من میگم، که مامانم من میگه. بعد این گفت که no you're pretty. نه تو خوشگلی. ای خدا چه ربطی داره آخه. خیلی تو زبلی، یا خیلی پرتی، یا ما رو گیر آوردی. هر چی بودی خیلی بامزه هستی، ولی اینو هستی. You're not real. You're not real. میگه تو واقعی نیستی، من واقعیم. ای خدا، از بارون و نم بارون رسیدیم به این که تو خوشگلی، تو واقعی نیستی، من واقعیم. And that's raining. این تمرکز رو موضوعش داره. این منو منحرف نکن، مخ منم نمیتونه بزنی، متاسفم. بارون داره میاد، بارون. وای با انگشتش زد. یه بار دیگه سیکر ببینیم که جنایتی مرتکب شد. You're not real. I'm real. And اینو ببین. that's raining. It's raining. You broke my heart. ای قلبم زدی. ای خدا، دلم داره آب میشه. این هزار تا حس بچه، هزار تا حس طبیعی آدمای نرمال رو ما تو این ویدیو دیدیم. حالا این داره دلداری میده. نه چیزی نیست، خوب میشی، زیاد ازت خون نرفته. وای You broke my heart. اوه You broke my heart. Mom told me it was wiggling, not raining. خودتون ببینی. My mama said it is raining. It's wiggling outside, Macy. Mama, it's raining. No, it's not. Yes, it is. No, you're pretty. And you're not real. I'm real. And that's raining. Ow.
It's raining. اوه Little Clay, it's raining. You broke my heart. Little Clay. ای خدا چقدر تو نازه خدایا. کاش همه آدم اینقدر باصفا بودن. ای کاش جسته. خیلی حالمون رو خوب کرد. من همه حالهای مختلف رو واسهتون آماده کردم. خب میریم سراغ ویدیوی بعدی. خب اینم از ویدیوی بعدی. اینو براتون انتخاب کردم بچه‌ها فقط چون میخوام بهتون حال خوش منتقل کنم، میخوام حس خوبی پیدا کنین، همچین ریلکس. چقدر به همین حالتش اگه پوستر بود مثلا عکس بود یعنی ثابت بود فیکس بود هم حال خوب کن بود. جاده رو ببین خدایا کجا هست؟ ای کاش میدونستم این کجاست. صبر کن ببینم. فکر کنم بتونم آمارش در بیارم. یه دقیقه صبر کنید بچه‌ها. یه دقیقه صبر کنید. خب من یه دقیقه استاپ زدم رفتم چک کردم. اینجا اگه گفتین کجاست؟ 1 2 3 چین. اینجا جنوب شرقی چینه. رودخانه دادو یا ددو DADU. برین خودتون سرچ کنید. چقدر قشنگ اومدن نه در عرض رودخانه، در امتداد رودخانه جاده زدن. اون وقت چی؟ کنارتم کشتی‌ها و قایق‌ها در حرکتن. چقدر این منظره زیباست. با هم ببینید. من آهنگشو قطع میکنم چون احتمال میدم یوتیوب گیر بده. وای چقدر قشنگه. ولی من میترسم. من همیشه به این فکر میکنم چه این پلا حالا دارم میبینم این جاده رو، چه اون پلایی که تو آب میزنن که این پایه‌هاش نمیپوسه تو آب. حالا این که رودخانه است آب شیرینه ولی تو دریاها هم هست جای مختلف تو آب شور. واقعا شاهکار مهندسیه. آفرین به بشر، آفرین به چینی. من چینه میخوام، من طرفدار چینم. چین بیا ایرانو بگیر. نه ولی خودش خیلی خوشگله، خیلی قشنگه. چه ابهتی، چه عظمتی. این ماشین خیلی حال میکنه. با چی دارم فیلم میگیرم؟ با پهپاد کوادکوپتره. خیلی خوشگل بود، خیلی قشنگ بود، خیلی باحال بود. حالمون خوب شد. میریم سراغ ویدیوی بعدی. خب این ویدیوی آخرمونه بچه‌های. ویدیوی خوشگل اجتماعی براتون انتخاب کردم که یه کوچولو اشک دراره ولی حالتون رو خوب میکنه. بریم ببینیم. Excuse me, ma'am. Sorry to bother you. I'm just عذرخواهی کرد، صداش کرد. trying to ask people for $1 to get the bus out of here. I don't know if you have anything, but صداش که به چیز میخوره، به این بی خانمانه هیچی نداره. در به در میخوانم $1 $1 من لازم داره، میخوام $1 لازم داره، میخواد با اتوبوس بره خونشون یا هر قبرستونی، خونه که نباید داشته باشه چون بی خانمانه. homeless. خب این واکنش ایشون چیه؟ I hate to bother you. I hate to bother you. وقتی دارم اذیتتون میکنم. Are you sure? Positive. It's not gonna hurt you? No. چه سری؟ خیلی هم فکر نکرد. سری تصمیمش گرفت. آفرین. You have a good heart in your chest. تو خیلی خوشقلب. It'll help you more than it'll hurt me. Thank you. چقدر جمله قشنگ گفت. به این یارو بهش گفت که اصلا اذیت نمیشی، مثلا بهت فشار نمیاد که میخوای به من $1 بدی. گفتش که بیشتر از اون که به من فشار بیاد تو رو خوشحال میکنه، یعنی میزان خوشحالی تو بیشتر از میزان رنجی که من میخوام ببرم. خوشگل بود، حکیمانه بود جملش. What's your نه بچه‌ها شما به این چیزا دقت میکنین یا نه؟ من ضمن این که دارم به اصل ویدیو دقت میکنم به یه چیز دیگه هم دقت میکنم. مثلا ببخشید میگن البته این ویژگی مگس صفت بودن رو میرسونه، مگس صفت نیستم. یعنی کدوم ویژگی؟ یعنی که بری سراغ عیب‌های آدما بدون اینکه زیبایی‌ها رو ببینی. خب ولی من دیدم دیگه، میخوام راجعش حرف بزنم. دندونای جلوش دیدین ریخته خیلی بده. یکی دیگه از ترسای من اینه که دندونه جلو، دندونه عقب حالا یه کاریش میشه کرد.
چون واسه جویدن به کار میره، تو دید نیست. بالاخره با هر مصیبتی شده غذاها رو میجویی، ولی دندونای جلو اونم برای خانم، وای فاجعه است. دلم خیلی خیلی بیشتر سوخت و خیلی خیلی بیشتر دارم تحسینش میکنم حالا که چه ربطی داشت. ربط داشت، فکر کنم یه کوچولو ربط داشت. Lulu. I'm Jimmy. Good to meet you. Nice to meet you, Jimmy. Why'd you help me out? Because anytime you need help, if I have it, I can, I will. You have a Yes. wonderful day. چرا بهم کمک کرد دیگه، خواستی کمک کرد. Yes, thank you. You Lulu. say, what was your name? Jimmy. Jimmy. Nice Yeah. to meet you, Jimmy. Here, Lulu. Take this. Lulu. But you just بهش پس داد، شوکه شد. ها چی دور مخفیه، چی کار داری میکنی؟ I want to bless you with $1,000. $1,000 گفت میخوام بدم. $1,000. ای خدا، چرا از این واسه ما پیش نمیاده؟ $1,000 یعنی هم دلار چقدر الان بچه‌ها؟ 60 تومن فکر کنم باشه. بود 60 تومن، الان نمیدونم چنده. 60 میلیون تومن. تو $1 میگن چی میگن؟ ضرب مثلش تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. $1 کمک کردی، با حسن نیت خدا بهت $1,000 برگرده. no, you know. That's not true. Yes, thank you. $20. یعنی میشه چند تا $20؟ 50 تا دیگه. 50 ضرب در 20 و 5 تا 10 تا 2 تا صفرم اونجا میشه 1000. خیلی ریاضیم خوبه، خیلی. Yes. Are you sure? That's a lot of money. تفلک باورش نمیشه، میگه با این کلی پوله. وای اشکمو در آوردی. I got 5 kids at home. میگم 5 تا بچه دارم تو خونه. احتمالاً چیزه، سرپرست خانواده، یه شوهر عوضی. احتمال میدم شوهر دندوناشو شکسته باشه. خدا نکنه اینجوری باشه. ولی خب در هر صورت نانآور خانواده است. این کارشو خیلی با ارزش تر میکنه. یعنی با اینکه خودش نانآور خانواده، اونم 5 تا بچه، نه مثل این دختر ایرانی یه دونه رو به زور میتونن بزرگ بکنن. 5 تا بچه رو بخوای نون بدی، بعد اون وقت به یه گدای بی سر و پا که احتمالاً هم خیلی درب و داغون باشه بیا کمک بکنی. دم تو گرم. Going through a lot. Not having a job. It's hard to maintain everyday life. The hardest part about getting a job. از کارش پرسید، گفت کار چیه؟ چرا نمیتونی مثلا کار داشته باشی؟ بعد میگه the smile، لبخند. دیدی دقیقا همونی که من گفتم. میگه به خاطر لبخنده. با زن باشی لبخندت هم این باشه. متاسفانه خیلی از کارا رو نمیتونی به دست بیاری. خیلی از کارا رو میتونی، کارهایی که پشت پرده بخوای بری مثلا چه میدونم تو کارگاهی جایی خیاطی بکنی، چه میدونم چی بدوزی، از اینجور کارا میتونی. ولی خب این که بخوای تو فروشگاه، توی چه میدونم چی میگن، کانتر میگن، اونجا وایسی کار کنی، خب نمیشه. Smile. Really? Have the smile. Excuse me, Don't have a ma'am. smile. Sorry to bother you. یه بار دیگه I'm ببین. just trying to ask people for $1 to get the bus out of here. I don't know if you have anything, but I hate to bother you. No problem. Are you sure? Positive. It's not gonna hurt you? No. It'll help you more than it'll hurt me. Thank you. $2. What's Thank your you. name? Lulu. I'm Jimmy. Good to meet you. Nice to meet you, Jimmy. Why'd you help me out? اسمش Because لولو. anytime you need help, if I have it, I can, I will. You have a Yes. wonderful day. Yes, thank you. You Lulu. say, what was your name? Jimmy. Jimmy. Nice Yeah. to meet you, Jimmy. Here, Lulu. Take this. Lulu. But you just asked for it. I want to bless you with He's trying to $1,000. For being so kind to No, help you me. know. That's not true. Yes, thank you. Are you serious? Yes. Are you sure? That's Yes. a lot of money. I got 5 kids at home. Going through a lot. Not having a job. It's hard to این همه maintain. آدم تو دنیا هست The بچه‌ها hardest part about getting a job. که Smile. میلیون ها دلار، میلیاردها دلار پول دارن. خب خیلی آدم مثلا مثل این خانوم که گیره چه میدونم مثلا $100 $200. خب اونا مثلا اگه بیان هر کدومشون مثلا به چند ده هزار نفر $500 بدن، چقدر میشه مگه؟ مثلا شما فرض کن که بخوای به حساب کنم ماشین حساب بیارم، شما بخوای به 100,000 نفر به هر کدوم $500 بدین، خیلی میشه $50 میلیون. ولی خب ما الان میلیونر تو دنیا خیلی زیاد داره. یعنی میشه یک کاری کرد. ای کاش همه پول داشته باشن. خب نمیخوام برم تو فاز نصیحت کردن. خب ویدیوی امروز این آخرین ویدیوی امروز بود، آخرین کامنت من بود و امیدوارم که خوشتون اومده باشه به عنوان اولین ویدیوی کانال. خب بچه‌ها
طبق معمول همه یوتیوبر ها منم باید بهتون بگم لایک یادتون نره و سابسکرایب. چرا؟ خب معلومه، چون یه ویدیوی فوق العاده رو با هم دیدیم و بهتر از این هم تو راهه. میبینمتون.